روزی روزگاری کدخدا آقا گفت هر کدوم از اهالی فینیتو که مشکلی دارندی بیاید و گله هایش را با صدای بلند بگویندی. کدخدا آقا، من یکی از اهالی فینیتو می باشمندی. کلی به بنده ظلم شده می باشد. گفتم بیایم تا مشکلاتم را برطرف بنمایندی. ببخشید من متوجه نشدم، میشه یکم بلندتر بگید؟ بله بلندتر میگم. من یک کشاورز فینیتویی هستمی، پول محصولم را نمی دهندی. چی؟ نشیدم، یکم بلندتر بگو. بازم بلندتر؟ باشه. کدخدا آقا، من زیر خط فقر هستم، پولم نمیرسه دیگه که به زندگی ادامه بدم. آقا جان گفتم بلندتر بگو، من اصلا صداتون رو نمیشنوم. آقای کدخدا آقا، همه حق منو خوردندی، دیگه صبرم داره تموم میشه. چی؟ داد میزنی؟ فریاد میزنی؟ به کدخدا آقا فحش میدی؟ آقا بیایم بگیرین این عامل روستاهای بیگانه رو.